خوش اومدید به این ویدیو بچه‌ها. داخل این ویدیو اومدیم که اولین ویدیومون و شروع کانال یوتیوبمون رو شروع کنیم بچه‌ها. من میخوام چیزی که میشه بیشتر ویدیوهای ماینکرافت بزنم، انشالله ویدیوهای بیشترم میذاریم. داخل این ویدیو اومدیم که تو سرور اینفرنو گیمینگ یکم بازی کنیم. امروز اومدیم با دوست گلمون امیر BR22. بچه کانال یوتیوب آپارات هیچی نداره، امروز داخل اینجا پیداش کردم که و گفتمش که بریم یکم بازی کنیم، بهش پارتی دادم که یکم بازی کنیم، گفت که داخل ویدیو هم مشکلی نداره. فقط بچه یادتون نره که چون من تازه فعالیتم رو شروع میکنم، حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید که دوستان گل حتما کامنت برام بذارید که ببینم چی میشه، یعنی حتما برام کامنت بذارید که چی بشه، یکم خوشحال بشم، یکم کانالمون پیشرفت کنه. و اینکه آره دیگه اگه دوست داشتید، اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و اینکه اگه دوست داشتید با هم بازی کنیم حتما داخل کامنت ها برام بنویسین که بازی کنیم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها، اولین گیم مودی که میخوایم بریم بریجسه یا همون دبریج، چون من داخل سرور چیز پلی میدم اینفرنو و اکانت چیز یا بازیش نمیدونم بچه ها. اگه بازی چیزی در آوردم شما به بازارگاه خودتون ببخشید، چون بچه ها تازه داریم شروع میکنیم. و یه چیزی هم که یادم رفت بهتون بگم، اگه براتون مهمه من اینجا بهتون بگم، بچه من با سیستم پلی میدم، الان دارم با گوشی پلی میدم، ولی از این که با موس و کیبورد هستم خیالتون راحت، آره با موس و کیبورد پلی میدم، ولی آره شرایط اونجوری نیست که میخوام، چون ولی الان اونجوری هستیم که فعلا بتونیم خوب پلی بدیم داخل چیزا، داخل گیم مود مختلفی رو هستیم. برو پایین کلاج من یک گپل بکنم بچه دیگه کمتر حرف بزنم که حواسمون به بازی باشه. فقط این چیز واجبی بود که بهتون بگم، وید نکن یه برو بر باشه جاب رسمیه. چرا اینجوری کردی داشت؟ خب او که چیز نشه نزنیم، نمیزنم بیا اینو بخور. چه تیری خورد جان. آره دیگه ویدیو رو گفتم بگیرم، اسکیپ نکن وایت کنم بهتره، احساس کنم وایت کنم بهتر شد. کجا رفتی؟ اینجا باید چه کثیف بازی دارد. این که دیگه ما چی بشه بازی اینجا، من فقط الان دارم بازی میکنم، فقط دارم شرکت کنم. اینو بکن جون خودم بلوک نکشت. و بچه اگه میخواستیم در مورد موسیقی بردن بدونیم، واقعا چیز خاصی نیست، واقعا چیز خاصی نیست، فقط موسم یه موسه گیمینگ RG اسکی بودم. نزنی بالاخره باید فقط موسم یه موسه چیز خاصی نیست، چیز گیمینگ به کیبورد دارم مال 10 سالی، مال چند سال، یعنی اصلا این چیزی نیست، فقط همونجور صرفا یکی بود. خب خیلی حرف زدیم دیگه، البته قاعدتا هم اوکیه برای چرا باید شده؟ البته قاعدتا هم اوکیه برای این ویدیو. بیا پایین بیا پایین، اسکیپ نکن جون خودت دیگه، من وید میکنم از بعد یه نیا این کجا اومدی داشت، بذار من وید کنم این نیا این داری در میان بگم سلام بابا کجا رفتی؟ وای چه شانسی بودن، چه شانسی بودن. اینجا رو بریم بالا.
برو پایین پسر جون. وایسا گیان زنم. وای فکر کنم باختم. نه نرو بیا اینجا بیا. کارش واقعا درست نبود. ببین بچه اینجا الان یه بون نزد که خب آقا فقط این داشتم خیلی با اسم مریش خوبه. کجایی؟ هیت آخر رو داشتید یا خدا. کامنت میگم چت نه وید نکن منو. وید نکنی منو. آها وید شد. نه کامبو نگیر جان خودت تو ویدیو. داشت بینجا داشت حداقل یه گپی نمیخوردی با همون جون 4 اومد. داشت من اگه ویدشم نمی کردم باز دت میشد. بابا کلاچ کرد. این تیرم بخور رفتی کلاچ. برو پایین جون خودت. دوستان اینجا دیگه داشت میونه دیگه مجبور بودم ویدش کنم. این بور ببین چی میکنم بخود. ببین خودم این همه از اون ایراد گرفتیم. بذار گپ همه بخورم. بومو انداختم من اونجایی که آدم عوض. نه وایسا اسکیپ بیدم. قشنگ بود. اگه قشنگ بود تو کامنت ها بهم بگید جان. ببین یه بار دیگه بره برده و منم الان آره دارم یکم کثیف بازی میکنم. یعنی نه یا والا بابا یه بو بزنم فکر کنم مرده. وای بو بهش نخور. آها یه گپ بخوریم. این اوف چه بوی اسمم. نه برای نه بیا برو بشه. بیا برو نرود خواهش میکنه. میگم زنم اشکال نداریم. دست رو باختیم. آره دیگه دست دیگه بریم بریجز. یه دست دیگه هم میریم دوباره گیم مود همون بریجز. ببین من دست از سر بریجز بر نمیدم. انشاءالله که دفعه بتونم ببرم. ببین به خدا دیدم کسایی که اینجوری میکنن دیدم از هم طرف میاد رد میشه و بلاک نمیکاره جان. این برای اگه گن نزنم و گن نزدم دید شد ولی نزدم. منو نزدم. وای اوکی یه مکافاتی رفتیم. نه به مکافات چه داشت زحمت کشیدیم. برو بالا این هم باید حال کردی. باید تو به من نخور. باید من خب بیور پایین. باید نه باید تو رو خدا باید. آها این بو هم بود. ببین آقا من به خدا اهل وید کردن نیستم. وقتی میرسه سمتم دیگه مجبورم وید کنم. نگم وای کارمو خراب کردم. بس بیام تر باشه. وای آقا گند زنم. این نه داری اذیت میکنی منو. به خودم زدمش. ببین اینجا رو درست میکنم. که خودم گند زنم جون خودت نگیر. خواهش کردم. وید شدی یا نه؟ کجا رفتی؟ وید نشد. آخ اشکال فکر کردم وید شد. این بو رو بخور. بو حسود. من یه بو میزنم تو هم با تو رو خدا کرد. وید نشد. بیا برو پایین بینیم بشه.
خواهش جیان زدم در حد لالیگا. کجا بیا. دارم چی کار؟ خوب بای شما با من خوب بله. ببین کجا رفت؟ بیا برو جون خودت. بیا برو. نزنی ها. چه صحبت وایده؟ نرو خواهش کردم نرو. آخیره ببین 3-1 چرا اینقدر دارم بازی دارم میرم بچه اینجا خیلی نیست فقط سیف نچه گیم موده دیگه هم میریم ولی چون گیم موده داره بچه ها باید نزنی ها او یس چرا دارم این کارو میکنم نمونم وای بیا با این برو میزنم از میدم تو هم اسکیپ بده ولی اسکیپ نبود ببین بذار سه شدیم آقا به امید این که این دست بزنیم مرسی حداقل 4-3 بشیم 4-4 شدیم ایول ببین دست کلیدی و حساسی برو پایین ببین باور خدایا یس بیبی جان بردم دست قبل با یه اختلاف زیادی کجایی جان داداش حال کردی یه دست نه چند دستم بتفاید میریم با داش گلمون ببین من تو بیریج نوبترینم دوستان من موقعی که دارم چی میرم موقعی که میخوام اسپیس و همزمان با شیفت بگیرم بزنم ببین بدبختی منه دارم اینجوری برات بیج بزنم و ببین موقعی که هاچی بزنم چیز عوض میشه کیبوردم فارسی باشه یا انگلیسی اینجوری میشه نه اینکه ببین اگه بیا من شیفت رو میگم اسپیس میزنم دیدی کیبورد عوض میشه داشت بیا اینجوری نکن مرتی که بیا من میکنم اوکی بیا حالا داری بجا نمیخوام برو پایین پسر وای شد آقا درسته من میدونم گفتم خیلی وای نمونم اینجا مجبور دارم چون تو بیریج زورم به این داشمون نمیرسه میکنم نکن زیرم وای داره کامبو میکنه کامبو میکن نریا نکن بده من مرتی که وای شدم شت بدم و نزن ببین خواهش کردم بدم و نزن بلاکین که ببین بدم و بزنی خیلی آدم کثیفی هستی بابا بدم و زدی اینم بزنم تو پس که دو هک ببین آقا برام دعا کنی بدم رفت جون وای اینجا بلک نمیشه ببین اینجا اون میبره اون کامبو گیری بلده بیا میبینی بذار بزنمت خواهش کردم یس وای چه گیم موده اساس و زیبایی بود دوستان بله ببین چقدر حال میده بردن نمیدونم ولی فکر کنم خیلی چی بریم دیگه ببین سومون نشه جونم داشت نمیشه خلاص ببین سومو بریم سومو فقط پی وی پی سربن باید هم دیگه بندازیم و پی وی پی مو هم بهتره
نزد وای اشتباه کردم اسپیس رو زدم اشتباه. خب اینجا هم که باز لوزر شدیم که خب اشکال نداره یه دست دیگه سومو میریم یه دست نه حالا یه چند دست میریم شاید نبا برو پای اونم اسپیس زد اشتباه منو کرد جان یه دست دیگه میریم چی میشه؟ کجا؟ داداش الو ایشالا این بارم میبریمش برو بریم گنده سومو یارو چرا اسکین ویش بود یارو پایین خواهش کردم وای بد زد ببین قشنگ صدا هندونه دارم هندونه نزن یا بابا دوباره زد منو عجب دهن سرویسیه عجب دهن سرویسیه ببین ولی خدایی بازیش از من بهتره اینو نمیخوام بگم ولی منم میگم نوبم ولی اشکال نداره این دست میزنمت پسره بعد اینجا من پیش یکم بزرگتره دوبل هیت زیبا جان چی؟ دوبل هیت با اوکی؟ دوبل هیت زیبا یه دستی هم باز جونم داشت اوکی بریم برای بعدی بریم دوباره تو سوما بیا اینجا بزن نزن باز دوباره لوزر شدم ببین من بازم میخوام تو سومو تو رو بزنم شما دوست عزیز رو بزن ببین واقعا بازیش خیلی خوبه آقا این دابلی چی بود زدی پس من آقا وایسا یه دست بتل روش هم بریم بوکسینگمون نشه بیا اینجا بزن داداش نخور اونو ببین یارو ببین به خدا دهنت سیبس بابا دست من شکست احساس میکنم این اتوکلیکه چجوری 3 تا کامبو ازم گرفت 4 تا کامبو 5 تا کامبو اوکی ببین یارو دیوونه است رسما بتل روش ببین باز نه بتل روش غلط کردم بتل روش من نمیتونم درست راش بدم تو هم کامبو گیریت خیلی خوبه یه بار پاش برو بابا داری چی کار میکنی وایسا نزن واقعا زد آخه الان میدونه با کدوم بر بره نریا وایدت میکنم مجبور بودم داشت خوشگلم ببین موومنت هم قشنگ جون خودت بذار یه کامبوی از وای چشم میخواد ببین من میرم بالا اینجا رو بابا گند زدم هوایی تمام ببین ننداز دیگه اصلا بهش میگم وید نکن نه چون خودم نه ای وای یه بار دیگه بره مرده
نریا داش نرو برو گم باشو بیسه برو اومد پسر جون. ببین من الان وید میشه. ببین به خدا بازیت خیلی خوبه. آها خودت هم وید شدی. آره دیگه ما اینجا وید داریم. بابا بخدا فقط دارم فشار میخورم سر خودم با دست خودم بهش گفتم بفرما داش بفرما. احساس میکنم که دیگه خیلی کافیه. احساس میکنم که به عنوان اولین ویدیوهای فلانی. مرسی که این ویدیو رو دیدید. دمتون گرم. انشالله که اگه دوست داشتین و لطفاً از من حمایت کنین. یه حمایت بزرگ که میتونید از من بکنید سابسکرایب کردن کانال. حتما ویدیو رو لایک کنید. کامنت هم که حتما بذارید اگه دوست داشتید. و دوستان یه چیز دیگه، اگه این که دوست داشتین با هم بازی کنیم حتما داخل کامنت ها بنویسید با هم بازی کنیم. برو نه یاین به من بنویسید تو نوبی. خودم میدونم نوبم داداش. تازه شروع کردم. چه انتظاری داری؟ خب ننویسین. من ناراحت میشم. من گناه دارم. اوکی؟ و اگه هم خواستیم با هم بازی کنیم حتما داخل کامنت ها بنویسید. آیپی بدید با هم بازی کنیم. دمتون گرم. مرسی که ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی میبینمتون. See you guys.